با سلام. این کلیپ آموزش طراحی سوال برای آزمون آنلاین در محیط گوگل فرم هست. ابتدا وارد مرورگر میشیم و عبارت گوگل فرمز رو تایپ میکنیم. اینجا روی لینکی که بهمون داده شده کلیک میکنیم. توی پنجره پرسونال قسمت Go to Google Forms کلیک میکنیم و در صورتی که اکانت جیمیل دارید اینجا وارد بکنید. در صورتی که ندارید از Create Account استفاده کنید برای اینکه اکانت جیمیل بسازید. من برای اینکه مراحلش رو ببینید اکانت میسازم. توی این قسمت رمز رو وارد میکنم و اینجا رمز رو مجددا باید وارد بکنم. با همون رمزی که وارد کردم رو دوباره باید وارد بکنم. یعنی اگر از حروف بزرگ کوچیک استفاده کردم، اگر از علامت خاصی استفاده کردم، حتما باید عیناً پسوردم رو وارد بکنم. اینجا هم حواستون باشه که حتما اسمی رو که مثلا الان من اینو یکی دو تا ایش رو کم میکنم چک میکنه و میگه که این وجود داره. خب نکست رو میزنیم. اینجا از ما شماره تلفن میخواد. من شماره تلفنم رو وارد کردم و کدی که به شماره تلفنم ارسال شده بود رو وارد کردم و وریفای رو زدم. حالا اینجا تاریخ تولدتون رو وارد میکنید. و اینجا جنسیت رو وارد میکنید و نکست رو میزنید. توی این مرحله اسکیپ رو میزنیم و اینجا I agree رو انتخاب میکنیم. ما الان اینجا وارد گوگل فرم خودمون شدیم. این اولین صفحه هست که به صورت پیش‌فرض به ما پیشنهاد شده و یک صفحه کاملا خالی هست. من اول میخوام صفحه اول رو کامل کنم، بعد برم سراغ تنظیمات و طراحی سوال. اینجا از ما عنوان خواسته. به عنوان مثال آزمون آنلاین فارسی. اینجا میتونیم براش یه توضیح هم بذاریم اگر بخوایم. این قسمت پیشنهاد میکنم نام و نام خانوادگی رو قرار بدید و این رو به عنوان یک سوال کوتاه پاسخ تنظیم بکنید. اگر خودش تنظیم نمیشه روی شورت انسر بذاریدش. نام و نام خانوادگی رو اینجا دانش آموز وارد بکنه و خب تنظیمات دیگه ای نداره جز اینکه دقت کنید حتما اینجا required رو بزنید برای اینکه دانش آموز ملزم باشه نام خانوادگیش رو اینجا وارد کنه. تنظیم دیگه ای نداره. میتونیم بریم سراغ صفحه بعدی. برای اینکه صفحه دیگه ایجاد بکنیم، این صفحه اولمون هست. برای اینکه صفحه دیگه ایجاد بکنیم این پایین add section اینجا کلیک میکنیم و حالا دیگه میتونیم سوالات رو اینجا تایپ کنیم. قبل از تایپ سوالات بهتره یک سری تنظیمات رو انجام بدیم.
گزینه تنظیمات یا ستینگ رو انتخاب میکنیم، روی کویز کلیک میکنیم. Make this a quiz، این رو حتما انتخاب میکنیم برای اینکه میخوایم آزمون طراحی کنیم و این فرم به شکل آزمون نشون داده بشه. این گزینه اول به شما کمک میکنه که بچه‌ها بلافاصله بعد از اینکه آزمونشون رو دادن نتیجه امتحانشون رو ببینن. این نیاز به گزینه دوم نیاز به جیمیل داره که بهتره تیک نخوره. این برای این هست که دانش آموز ببینه چه سوالاتی رو نتونسته انجام بده، جواب درستش چیا بوده و اینکه ارزش سوالات، نمره سوالات، امتیاز سوالات چقدر بوده، هر سوال چقدر امتیاز داشته. پریزنتیشن رو گزینه سومش تیک داره که بذارید یه توضیح راجع به گزینه هاش بدم. اولیه رو اگر بزنید نمایش نمودار پیشرفت برای دانش آموز هست. خب نیاز نداره اون نمودار بچه‌های دیگر رو ببینه. دومی بر زدن ترتیب سوالات هست، یعنی سوالات رو قاطی میکنه و مثلا سوال 1 برای یه دانش آموز سوال 8، برای یه دانش آموز سوال 4 و سوالات رو بر میزنه. گزینه سوم که تیک خورده نمایش پیوند برای ارسال پاسخ دیگر هست که بهتره تیک اینم بردارید که دانش آموز بعد از اینکه پاسخ داد دوباره نخواد که دوباره آزمون بده. اینجا میتونید یه عبارت توضیحی بنویسید که دل بخواه هست بعد از پایان آزمون به دانش آموز نشون داده بشه. تنظیمات کلیش هم شامل جمع‌آوری ایمیل ها هست که خب لازم نیست بزنید. لیمیت وان ریسپانس هست که باز نیازی نیست اینم بزنید. گزینه آخر ویرایش بعد از ارسال هست که حتما این رو نباید بزنیم چون که دانش آموز میتونه برگرده و جوابش رو اصلاح بکنه. مشاهده نمودارها و خلاصه پاسخ‌ها هست که خب این هم نیازی نیست دانش آموز داشته باشه. اینو تا اینجا سیو میکنیم. میریم سراغ طراحی سوال. صفحه اول آزمون به این شکل شد که اینجا ما عنوان آزمون رو مشخص کردیم و اینجا نام و نام خانوادگی دانش آموز رو ازش خواستیم. توی صفحه دوم اینجا میتونیم یه عنوان کلی برای سوالاتمون بذاریم. مثلا به عنوان مثال بگیم با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید. اینجا میتونیم یه توضیحی بذاریم در صورت لزوم، اما برای اضافه کردن سوالات از این قسمت وارد میشیم. به اضافه رو که بزنیم سوال اول اضافه میشه. عنوان سوال رو هر چیزی که هست اینجا وارد میکنیم. به عنوان مثال من مینویسم کدام گزینه مفرد است. اینجا نوع سوال رو مشخص میکنم. ببینید این بالا مخصوص سوالات کوتاه پاسخ هست. اگر اینو بزنید جواب کوتاه پاسخ رو دانش آموز باید وارد بکنه. این مخصوص سوالات طولانی با پاسخ طولانی هست. این برای سوالات 4 گزینه‌ای هست. برای چک باکس هست که دانش آموز مثلا 5 تا 6 تا گزینه شما میدید، میتونه مثلا 2 تا 3 تا 4 تاش درست باشه. این دراپ داون هست که بعد ما اینا رو همه رو توی طراحی سوال بهشون میپردازیم. فعلا خب ما سوال رو طراحی کردیم، نوعش رو گذاشتیم 4 گزینه‌ای و حالا اینجا آپشن 1 ما اولین پاسخی رو که دانش آموز میبینه رو وارد میکنیم. به عنوان مثال من می‌نویسم بیگانگان، اینتر میزنم، میریم گزینه بعد، مثلا می‌نویسم آفات، الوان، بازم اینتر و گزینه آخر. خب ما اینجا یه کلید آبی رنگ داریم به نام انسرکی. روش کلیک میکنیم. اینجا تنظیماتش به این صورت هست که سوال گذاشته شده، شما جواب درست رو مشخص میکنید. کدام گزینه مفرد است؟ عضو. جواب درست رو مشخص میکنید و توی مرحله بعد یک امتیاز به این سوال میدیم. به عنوان مثال من به این سوال 1 امتیاز میخوام بدم، میتونیم بیشتر هم باشه. دان رو میزنیم. سوال اول ما طراحی شد. فقط نکته مهم این که این ریکوایرد رو که اینجا زدیم نیاز نیست اینجا بزنیم چون دانش آموز میتونه به یه سوال جواب نده.
به اضافه رو میزنیم سوال بعدی اضافه بشه. سوال بعدی رو به عنوان مثال می نویسم مخفف کلمه زیر رو بنویسید. اینجا نوع سوال رو از پاراگراف، چون اینو دیگه خودش پیشنهاد کرده، به شورت انسر تغییر میدم. مخفف کدوم کلمه رو بنویسه دانش آموز؟ برای اینکه توضیحاتی به سوال اضافه کنیم یا بخشی بهش اضافه کنیم، البته میتونم همینجا جلوش بنویسم، ولی این رو هم تنظیماتش رو بدونید بد نیست. روی این 3 نقطه میزنیم description و اینجا اون کلمه رو اضافه میکنیم که دانش آموز یه جای دیگه اونو ببینه در قسمت تکمیل سوال. خب اینو که انجام دادیم میایم روی انسر کی. حالا بهش اولا امتیاز میدیم، بعد کلمه درست رو می‌نویسیم. جواب درست ناگه هست، مخفف کلمه ناگهان ناگه بود. اگر جوابهای دیگه‌ای متصور هستید برای اینکه دانش آموز بده و اون جواب درست هست، اینجا حتما اضافه میتونید بکنید. در غیر این صورت چیزی لازم نیست اضافه کنید و این گزینه رو انتخاب کنید که جوابهای نادرست رو در واقع بهشون امتیاز داده نشه و دان رو میزنیم. میخوایم یک سوال دیگه با همین عنوان طراحی کنیم و با همین تنظیمات. این کپی رو میزنیم، دقیقا یه سوال دیگه اضافه میشه با همون ویژگی‌ها، ولی دیگه اینجا خب باید این کلمه رو تغییر بدیم. به عنوان مثال بذاریم اگرچه. خب طبیعتا جوابش هم فرق خواهد کرد. اینجا می‌نویسیم ارچه و دان رو میزنیم. سوال بعد رو از نوع سوال چک باکس انتخاب میکنیم. به عنوان مثال می‌نویسیم کدام کلمات هم خانواده کلمه عامل هستند. کدام کلمات هم خانواده کلمه عامل هستند. اینجا میایم چک باکس رو انتخاب میکنیم که گزینه های بیشتری رو دانش آموز به عنوان گزینه درست میتونه انتخاب بکنه. خب گزینه هاشو میذاریم علما، اینتر میزنیم. گزینه بعد عمل، اعمال، عالم و معلم. 5 تا گزینه براش تعریف کردیم. حالا میریم توی قسمت انسر کی. اینجا امتیازش رو 1 میدیم، البته امتیازهای بیشتری براش انتخاب بکنیم، 1 بدیم، 2 بدیم، هر چیزی. کدام کلمات هم خانواده کلمه عامل هستن؟ اولی غلطه، دومی و سومی درست هستن. خب اینجا میتونیم دان رو بزنیم و سوال 3 ما، سوال 4 ما ایجاد شد. سوال بعدی، آرامگاه فردوسی در کدام شهر است؟ این سوال رو از نوع دراپ داون انتخاب میکنیم و میایم گزینه هاشو مشخص میکنیم. به مثال شیراز، اینتر میزنیم، مشهد، توس. میریم سراغ انسر کی و اینجا بهش 1 امتیاز میدیم، پاسخ درست رو مشخص میکنیم و دان. سوال بعدی رو از یه نوع متفاوت باز میخوایم امتحان بکنیم و بذاریم. مثلا بگیم عبارت‌های سمت راست را به معنای صحیح آنها در سمت چپ وصل کنید. خب بیاییم و اول اینجا نوع سوال رو
انتخاب کنیم. توی ردیف بنویسیم از هم دریدن. من گزینه‌های ردیف و ستون این سوال رو وارد کردم. حالا میرم توی انسر کی و اینجا جوابهای درست رو علامت گذاری میکنم. از هم دریدن، پاره پاره کردن، از پای درآوردن، کشتن، پرخاش کردن، تندی کردن، رهایی دادن، آزاد کردن. همونطور که میبینید یه سوال اینجا یکی از جوابها اضافه بود. امتیاز 1 رو برای همشون تنظیم میکنم و دان رو میزنم. پس سوال بعدی ما به این صورت طراحی شد. سوال بعد رو مینویسم آرامگاه حافظ در کدام شهر است؟ اینجا میتونم یه تصویر هم اضافه کنم و اینجا که زده آپلود بروز میکنم و از توی دسکتاپ هم این عکس رو انتخاب میکنم. عکس آپلود شد و گوشه تصویر قرار گرفت. اینجا میتونیم تنظیمات عکس رو درست کنیم و مثلا اونو وسط قرار بدیم. حالا گزینه هاش رو انتخاب میکنیم که مثلا شیراز، اصفهان، مشهد، توس. جواب درست رو وارد میکنیم و امتیاز لازم رو بهش میدیم و دان. ما شکل کلی سوالات رو و سوال نویسی رو آموزش دادیم. حالا بریم ببینیم که چی طراحی کردیم. پریویو رو میزنیم. چیزی که وجود داره این هست توی صفحه اول نام خانوادگی رو باید وارد کنیم. نکست رو میزنیم و خب سوالات ما به این شکل طراحی شدن. برای تغییر ظاهر سوالات میتونیم اینجا تم انتخاب کنیم. اینجا که نوشته هدر ما میتونیم یک عکس برای هدر آزمونمون انتخاب بکنیم. به عنوان مثال من همین رو انتخاب میکنم و خب آزمون ما یه شکل متفاوت و زیباتری به خودش گرفت. حالا ببینیم این تغییرات برای دانش آموزا چطور دیده میشه. اینجا کلیک کردیم. یه پیج جدید باز شد و اینجا ما میتونیم دوباره نام خانوادگیمون رو وارد کنیم. نکست رو بزنیم و سوالات رو جواب بدیم. به عنوان مثال کدام گزینه مفرد است؟ عضو، مفرد ناگهان، ناگه. این رو جواب نمیدم. آرامگاه فردوسی. این رو ببینید بچه ها به این شکل میبینن و باید علامت بزنن. سابمیت. خب اینجا رو ببینید. وقتی این دکمه رو بچه ها میبینن اینجا میتونن
وقتی که اینو تاچ بکنن میتونن نمرهشون رو ببینن. من الان این آزمون رو 9 از 10 گرفتم و میتونم ببینم که این سوال رو جواب دادم، این سوال درست جواب دادم، این سوال رو همونطوری که دیدین جای خالی گذاشتم و جواب ندادم و امتیازشو نگرفتم. بقیه سوالاتی رو که امتیازشون رو گرفتم همه رو برای من ثبت کرده و نمره آزمون صادر کرده. برگردیم به صفحه اصلی طراحی سوالمون. اینجا ما تمام سوالات رو توی این بخش طراحی کردیم. بخش دیگه بخش ریسپانسز هست که اونجا ما میتونیم نتایج آزمون رو ببینیم. ببینید کنارش عدد 1 نوشته شده. این تعداد شرکت کننده های آزمون هست. الان اینجا من چون خودم فقط شرکت کردم اینجا عدد 1 نوشته شده. شما مثلا 40 تا دانش آموزتون شرکت بکنه اینجا عددتون 40 خواهد بود. بریم اینجا ببینیم چه مواردی مطرح کرده. توی سامری اینجا ما یک کلیتی و یک خلاصه ای از عملکرد بچه ها داریم. مثلا توی سوال 1 100% مثلا دانش آموزا جواب دادن. سوال 2 بقیه سوالات ببینید اگر مثلا گزینه‌های دیگه رو علامت زده باشن اینجا درصدهای خود کم و زیاد میشه و خب طبیعتاً برای ارزیابی عملکرد ما در تدریس خیلی کمک کننده هست. توی کوئسشن باز میتونیم به تفکیک سوالات اینجا دیگه ارزیابی کنیم، ببینیم که چند نفر چیکار کردن و این بخش هم به صورت شخصی و فردی بچه ها رو میتونیم تمام امتیازاتشون رو ببینیم. اما یه بخش به درد بخور خیلی خوب داره، اونم اینجا هست View Responses in Sheets. اینو که بزنیم فایل اکسلش برای ما باز میشه که میتونیم سیوش هم بکنیم. این فایل ببینید قشنگ داره نشون میده که مثلا من چه ساعتی و چه تاریخی شرکت کردم، نمره من توی آزمون، نام خانوادگیم و تک تک اون مواردی رو که جواب دادم اینجا وجود داره. این برای جمع‌بندی آزمون شما چیزی هست که بهش نیاز دارید و فایل بسیار ارزشمندی هست. برای اینکه بتونیم توی زمان شرکت در آزمون بچه ها یک سری محدودیت هایی رو اعمال بکنیم روی مور کلیک میکنیم، ادوانس. اینجا عبارت لیمیت رو تایپ میکنیم و فرم لیمیت رو انتخاب میکنیم. اولین گزینه‌ای که اینجا میبینید رو فرم لیمیت ریسپانسز، این رو اینستال میکنیم، کانتینیو. و اینجا خب آدرس جیمیلمون رو روش کلیک میکنیم، اجازه میدیم و در نهایت این به آپشن هایی که داشتیم اضافه شده. الان شما ببینید اینجا ما روی این ادوانس کلیک بکنیم فرم لیمیت رو داره و مثلا میتونیم توی زمان شروع آزمون یک سری تنظیماتی رو انجام بدیم. اینجا میتونیم تعداد درخواست ها رو زیادش بکنیم، مثلا 40 تا دانش آموز داریم 40 تا درخواست بذاریم و زمان شروع آزمون رو اینجا تغییر بدیم و مثلا بذاریم برای تاریخ 17 ساعتش رو بذاریم برای مثلا ساعت 12 یا مثلا ساعت 11 فیکسش کنیم اینجا و اینجا همون 17 به عنوان مثال و ساعتش رو بذاریم روی مثلا 11:30. چون تایپ هم بکنیم البته. خب این رو هم انجام دادیم و خب این تنظیم زمان آزمون ما بود.
فکر میکنم تمام مواردی که برای طراحی سوالات آزمون آنلاین در محیط گوگل فرم بهش نیاز بود رو به طور کامل توضیح دادم. امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره. تشکر میکنم از همراهیتون و خدا نگهدار.